بسم الله الرحمن الرحیم سوره قارعه شروع میشه. قارعه سخت کوبنده را میگه، یکی از جمله نامهای قیامت است. چرا در اونجا دلها سخت کوبیده میشه، سخت حالتی هیبتناک است. الله از او خاطر خو اینجا تصوری از او در ذهن انسان آمدن گپی دور است. حالات قیامت و موت تصور کردن ای بسیار دور گپ است. از او خاطر با ما ادراکه از ما به خود ما حواله میکنه. سورت به نام قارعه یاد کرده. 30ام سورت است در نزول خود. یام سورت مکی است که قبل سوره قیامه و بعد سوره قریش نازل شده. ارتباطش قطعی ما قبل در اونجا الله بحث یعنی زنده کردن اصحاب قبور بیان کرد. در اینجا وقتش بیان میکنه که کی هست. و یا اونجا در اونجا الله تبارک و تعالی بیان نعمت‌ها را کرد که لایق نبود که انسان کنود بکنه. اینجا الله میگه که بازدهی تو آتش‌ها داخل میشه تو مردما که پرسان نکو. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه چیزی سخت کوبنده. مل قارعه چیست ای قارعه و ما ادراک چی چیز تو را داننده پیغمبر علیه السلام. مل قارعه کی قارعه چیست؟ در تصور انسان در دنیا گنجانیده شدن نمیتونه، آنقدر عظیم و بزرگ است که ما اینجا بیان کردن نمیتونیم. خو یک نشانه و علامه میگیم که شما بعد از او دیگه قیاس کنید که چقدر سخت است. یوم یکون الناس، در روزی که مردما می باشه کالفراش المبثوث، با مثل پروانه های المبثوثی که پراگنده است. پروانه وقتی که در چراغ میاد سردرگم می باشه، سردرگم می باشه، یکی میره یکی میزنه خدا، یکی میسوزانه خدا، یکی از پیش رخصت میشه. در او روز انسانا امروز میبینی چقدر به یک نظم و دیسیپلین هر کسی به دکان، کسی به دفتر، کسی به مرکز تعلیم روان است. دهقان پشت دهقانی خود، چوپان پشت چوپانی خود، دریور پشت موتری خود. نظم و نظام وجود داره. روز فرا میرسه که نظم و نظام وجود نداره. راه را گم کرده کدام طرف روان شوم. چه حالت سرم است. قرآن میگه و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و شوکها به مثل پشم رنگین. المنفوش که نداف شده باشه یعنی چکیده شده باشه. امی کوه سخت موتور حالت میرسه. مختلف حالات برای کوه در قرآن ذکر شده که آخرش باز چی میشه؟ سراب باره میشه. فاما من ثقلت موازینه، پس هر چه کسی که گران شده موازینه وزنی اعمال ازی یا خودی ازی یا اما عملش الله جسم داده آلی طول میشه. فهو فی عیشت راضیه، یادم در عیش است یعنی در این طور زندگی است. راضیتون که خیلی پسندیده ده، فاعل به معنای مفعول است. یا راضیتون صاحبها، صاحب از خیلی خوش است. چرا زندگی خوب است. ثقلت موازینه گفته عمل طول میشه. مردمایی که میگه دل پاک و دل گپ دایی اعمال و نمازی گپانه است، دروغ نگو. اونجا اعمال مکمل طول میشه و سرنوشتت مطابق اعمالت سنجیده میشه و داده میشه. اینطوری گپ نگو. ثقل اینجا توسط چیست؟ کثرت اعمال نیست. ثقل توسط کیفیت اعمال است. هر کس که عملش پسندیده و کیفیت خوب داشت او کیفیت عمل کی خوب میشه؟ شما جواب بگوید که به نقشه کی باشه؟ موافق نقشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. 2 رکعت نماز بخونی خو موافق نقشه کی؟ محمد رسول الله. بین 20 رکعت نخونی، 2 رکعت بخونی، کیفیت صحیح به طریقه سنت رسول الله جور باشه. و اما من خفت ارچیو که سبک میشه موازین و وزن اعمالش، موازین جمع ذکر میکنه یا مختلف جا وزن میشه یا برای هر عمل الله تبارک و تعالی ترازوی علایده میاره. نماز در یک ترازو، روزه در دیگه ترازو همی رقم، یا است که به اعتبار کثرت افراد مخلوق هر کدامشان ترازوهای متنوع داره، از او خاطر جمع ذکر کرده. فامه هاویه، پس امو جایگشتی ازی در جایی که رجوع میکنه. هاویتون بالکل بدنام است یعنی یا جای افتادن است. هاویه افتادن هم میگه و بدنامم. فامو در جایی که رجوع میکنه هاویه جای است که در اونجا میفته از ارزش خود، از قیمت خود، بلکه در عذاب الله. و ما ادراک ما هی، چی چیز داننده که اینمی هاویه چیست؟ قرآن میگه نار حامیه، آتش خیلی سوزان، نهایت سوزان است. الله نگاه کنه اونجا اعمال طول میشه و خودت این اعمال در کجاست؟ در دنیاست. تو کرده ای، تو انجام داده ای، اونجا طول میشه.